راز آهن. آهن فلزی است که خداوند در یکی از سوره‌های قرآن توجه ما را به آن جلب می‌کند. این سوره حدید نام دارد و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است فرو فرستادیم. ممکن است برخی گمان کنند منظور از عبارت نازل کردیم و فرو فرستادیم در این آیه از باب مجاز باشد و منظور از آن این باشد که خداوند آهن را آفرید تا مردم از فواید آن بهره مند شوند، زیرا مردم آهن را از دل زمین استخراج می کنند. هنگامی که در معنای حقیقی و وضعی این کلمه دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که با دلایل علمی اثبات شده استعمال این کلمه از باب مجاز نبوده، بلکه معنای وضعی و حقیقی آن مورد نظر است. زیرا اکتشافات فضایی جدید به این نتیجه رسیده است که آهن موجود بر روی کره زمین ناشی از شهاب سنگ‌هایی است که بر زمین فرو افتادند. فلزات سنگین در جهان در هسته ستارگان بزرگ تشکیل و تولید می شوند. منظومه شمسی قابلیت و قدرت این که بتواند خود آهن را به وجود آورد ندارد. بنابراین آهن تنها در ستاره هایی که بسیار بزرگتر از خورشید است می تواند به وجود آید. ستاره هایی که حرارت موجود در آن به 100 میلیون درجه می رسد و هنگامی که میزان آهن موجود در ستاره ها از میزان معینی تجاوز می کند، این ستاره ها توانایی حمل و تحمل آن را ندارند. در نتیجه این ستاره ها منفجر می شود و در نتیجه این انفجار شهاب سنگ هایی که حاوی آهن است در همه جا پراکنده می شود و تحت تأثیر جاذبه اجرام آسمانی قرار می گیرد. بنابراین آهن در سطح یا در دل زمین به وجود نمی آید، بلکه به وسیله شهاب سنگ‌های حامل آهن از آسمان نازل شده است و قرآن کریم نیز این حقیقت را بیان کرده و فرموده آهن را فرو فرستادیم. و این حقیقت علمی تا قرن 7 میلادی که قرآن کریم نازل شد ناشناخته بود و کسی چیزی از آن نمی‌دانست. اما قرآن که کلام خداوند عزوجل و آفریدگار جهان است آن را بیان کرده است و اوست که علم او بر همه چیز احاطه دارد. علاوه بر آن آیه‌ای که در مورد آهن سخن گفته آیه 25 است و حاوی 2 نکته ریاضی بسیار جالب است. حدید سوره 57 قرآن کریم است و وزن اتمی آهن نیز 57 است و عدد اتمی آن 26 است. شماره آیه آهن در این سوره با احتساب بسم الله با عنوان یک آیه نیز 26 است. جالب توجه این که علمای شیعه مذهب به پیروی از ائمه اهل بیت علیهم السلام بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره را به عنوان یک آیه به حساب می آورند.